سلام دوستان عزیز، اینک من ستارش دیرکتری کمپانی فبیلیک شریفوان نیلوفر طول 2 سال می شود که در این کمپانی کار و فعالیت می کنم و می خواهم که مادرای دخترکایی که در خانه ششتگیان و مثل من کودک میده دارند و می خواهم که کار کنند در خانهشان، پس با کمپانی فبیلیک رجیستر شوین. من در کمربند خودم شما را قبول کرده به پول کار نشان میتیم تا یک زبان خوب را آمدنتون دستگیری میکنم و انشاءالله که از طرف من سزاواری پدرکای خوب میگرده. دخترای خوشرو، شما هم میتونین که به مثل زنهایی که در این کمپانی کار و فعالیت میکنن آرزوهای دلی خودشان عملی گردانده ایستادن، شما هم میتونین همین خیل کار کرده آرزوهای دلی خودتان عملی گردانین. پس به نمره روی اکران نویسین، با کار خوبتر میفهمونم. ای پا چوکت استشمو نزدیک نشو، میخوام خودم پردم. آبوزی کردن میتونن؟ اگر پرین تگی آب میمونه نه؟ کوشش نکنه فکرم گردنی من که حال بد میکنم. یک بار مرا نگاه ای ایده زیاد دیگه چی بالا سرم ده اومده میتونه؟ ای لباساتون معلومه که زنی ثروتمندین. بودم نکیهاز یک زنیم که هیچی ندارم. یعنی پیش پلدار بوده این که خوزی نیستین. من چطور بگم که ای اول همی بودم. خونم ای دست دادم، زندگیم نابود شد، با بالای همه ای بانکروت شدم. و اپا ایورم داشتین؟ من کو ای اول همی کار داشتم. در خانگیم مکتوب نوشتم که خودم میکشم. و باش ما سوادم دارین؟ ای خواهر بیا ما هم پاکت تگیریم چطور پرتا؟ خیرت فهمیدین که ای خطوندم یک بیچاره و آواره بوده. اکثرتون بالا گیرین بگین خدایا شکرت. خدایا شکرت، خدایا شکرت. چند وقت پیش به یک نفر گفتم که همین مجازی رو میبینی؟ بر دروغ اسمش مجازی است. مجازی نیست، واقعی است. جایی که آدمان میتوانند باعث اون شوند که با یک کامنتی تو چقدر زشت هستی با روح و روان یک شخص بازی کنند و حتی یک رابطه قوی به خاطر یک پیامی که با یک اکانت فیک گذاشته شده است میتواند بر خاک یکسان شود. جایی که آدمان در اون میتوانند با دو دانه عکس و یک دو جمله آبروی برای یکدیگر نگذارند. اینجا کجا شد مجازی؟ این خود واقعیت است. این با سرنوشتمون بازی میکند. خواهشاً کمتر زیادتر احتیاط کنیم با چیزهایی که به یکدیگر مینویسیم. شاید اون وقتی که مینویسیم برایمون یک مسخره بازی باشد، یک کامنت عادی باشد، ولی همون یک کلمه کوچیک میتواند زندگی یک نفر رو از این رو به آن رو کند. اگر نمیدونستی پس از این لحظه بعد بیشتر احتیاط کن.